بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. امیدوارم که این روزهای مبارک دهه ذوالحجه را به خوبی گذرانده ایستاده. الله تعالی عبادت‌های شما و روزهای شما را قبول کنه. سوال عمده است که آیا میتونیم که با قصاب اتفاق کنیم که قصاب بیاید همون مال در خانه ما ذبح کند، بعد از ذبح کردن ما برای کیلاش برای گوشتیم، یعنی چند کیلو که شد همون قدر گوشت میدیم. آیا همین درست است یا نیست؟ یعنی که این سوال خیلی بسیار شد آخر وقتا. جواب این است که برادر، یکمش این که باید ما دونیم که اضحیه یا اینکه قربانی کردن این عبادت است. قربانی این عبادت و پرستش الله تعالی است، مثل نماز، روزه و دیگر عبادت‌هایی که هست. الله تعالی میگه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یعنی که همه عبادت‌هایی که من میکنم تنها برای الله تعالی هست. دومش این است که ما باید دونیم که این عبادت، یعنی که عبادت قربانی، نزدیکی جستن به خدا از خود کلمه قربان، از کلمه نزدیکی جستن به خدا نزدیک شدن با عبادت کردن است و مقصد از اون فقط ریزاندن خون حیوان است. اما دیگر استفاده بردن از گوشتش و از پوستش و از کلش و پوچکش دیگر این تابع همین چیز است. اما اصل این ریزاندن خون همون حیوان است. چون که در حدیث هم گفتن که الحج والعج والثج، یعنی که حج یا عبادت است که انسان در اون از جمله چه عبادتی بسیار خون حیوان رو ریزاندن است. انا میام به سری مسئله هم برادران، یعنی اینجا یک چند مشکلی وجود دارد. یک چند مشکلی وجود داره که باید در اینجا ما باید این رو درک کنیم. خب گفتم که عبادت است و نزدیکی جستن به الله تعالی است. وقتی که این دو چیز فهمیدیم، معناش این است که خریدن گوشت قربانی بعد از ذبح حیوان این به اون دو هدفی که در بالا ذکر کرده منافات دارد و تناقض دارد. چون مادامی که عبادت باشد، مادامی که وای چیز برای نزدیکی جستن به الله تعالی داشته باشد، چه خیلی ما یک کاری که برای الله تعالی میکنیم یا یک کاری که برای نزدیک شدن برای الله تعالی میکنیم برای سخت حساب و کتاب دقیق میکنیم که گوشت شاید که با گرماش حساب میکنن بعضیا. شرط اساسی در قربانی این است که باید که تملک شود. انسانی که قربانی میکند باید از خود کند، یعنی که مال خرد به ملکیت خودش درآورد. مادامی که انسان باید به ملکیت خودش ندارد است و از اون قبول نمیشود. وقتی که قصاب خون شما اومد، وقتی که گوسفند سر زد یا گاو سر زد، حالا باید در ملک قصاب است. چه خیلی از نام شما قبول بشود. بنابراین اینجا وقتی که همین کار کسی کرد با قصاب همین نمود اتفاق کرد، دو مشکلی هست در اینجا. یکی مشکلی است که نیت میکند قربانی حیوانی که مالک آن نیست، یعنی صاحب وای مال حالی حساب نمیشد این آدم. وقتی گردن گوسفند زده شد، حالا آدم چی صاحب وای گوسفند نیست. دوم این است که وای آدم گوشت قربانی رو خریده ایستاده است، خریده بعد تقسیم کنه ایستاده است. یعنی خودی که بازار میره بودم گوشت تیار رو میگیره میخرید، مثلا 10 کیلو 20 کیلو، گویا که گوسفند 20 کیلو کشته باشه 30 کیلو میبره تقسیم میکنه. آیا این قربانی حساب میشه؟ نمیشه. بنابراین شریعت میگه که باید که ملکیت صحیح، تملکی صحیح باید باشه، یعنی که از همون مال رو گیرد به مالکیت خودش درد بعد از اون ذبح کنه. بنابراین در مسئله آیا با پای خودش گوسفند کیلو خریدن ممکن است یا نه، خیلی علما گرچه که اختلاف میکنن. یک گروه دیگه علما اجازه میدن که گوسفند مثلا زنده به زنده خرید و مال خودتون درآورید بعد از اون ذبح کنید. لیکن گوسفند ذبح کرده بعد از اون گوشت و حساب کرده خریدن، این قربانی حساب نمیشود. خیلی گفتیم دو مشکلی دارد. یکیش که وای حال مال شما حساب نمیشود، چون که وقتی گردن گوسفند ذبح شده ایستاده بود، در اون حالت گوسفند چی بود؟ مالی حال قصاب بود، چون که وای گوشت شد بعد از اون مال شما شد. خیلی گفتیم اینجا دوم اشکالش چی است؟ این گوشت خریدن، حالا که مال قربانی خریده فروخته نمیشود. بنابراین میگن که برای قصاب نه پوست داده میشد، نه کله داده میشد، نه پای گوسفند داده میشد. قصاب فقط همون عرق جبینش به پول میته، شما پولش میته، گوشت هم داده نمیتونه برای قصاب، از گوشت قربانی داده نمیتونه. بنابراین همین دو چیز باید سخت دقت داد برادران. همین دو اشکال در همین مسئله هست. احتیاط کنید، عبادت است، خیلی پولی زیاد هم انسان صرف میکنه در این عبادت. باید همون طوری کنیم که الله تعالی از ما راضی باشد، یعنی که این همچون عبادت قبول کنیم. دیگه که ما با این با الله تعالی نزدیکی جوییم. سومش خیلی گفتیم که ما باید از ملکیت خود ما درآوریم، بعد از اون که ملکیت ما در اومد بعد اون رو چی سر زنند، بعد باید از ما ان شاء الله قبول میشه. تا این دم وای مال قصاب حساب میشود. اگر به همین شکلی که سوال اومد، اگر کسی قربانی کند و قربانیش اعتبار ندارد.